ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی سامبوی آسیا که روزهای 11-13 دکبر در شهر اتیراوی قزاقستان برگزار شد، همگی 28 مدال، 13 طلا، 9 نقره و 6 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه حدود 300 ورزشکار از 13 کشور قاره افغانستان، اندونزیا، کره جنوبی، قزاقستان، قرقیزستان، مالزیا، مغولستان، نپال، تاجیکستان، ازبکستان و غیره شرکت داشتند. بنا به اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان با تکیه بر رادیوی آزادی، گشتنگیران نورس تاجیک در سبقت سامبوی ورزشی 8 مدال به دست آوردند. مسعود کوکنشویف و سعید نبی کمالوف که جایهای اول را از آن خود کردند، با مدال‌های طلا مکافانیده شدند. دو نفر دیگر سریدین شویف و شریف جان نظریف برای جایهای دوم با مدال‌های نقره سرفراز گشتند. سه پهلوان نورس تاجیک، ظفرجان علیف، علی شریفов و امام جان کمالوف برای جایهای سوم مدال‌های برنجی گرفتند. در این مسابقه تنها یک ورزشکار تاجیک دلیر نیازов در سبقت سامبوی رزمی میان مردان در وزن تا 90 کیلوگرم برای جای دوم با مدال نقره سرفراز گشت. وی در قوه آزمایی‌های نهایی از کنستانتین سالداتov شکست خورد. در این باره بر رادیو آزادی داور درجه بین المللی محمود عبدالله، دبیر کلی فدراسیای سامبوی تاجیکستان و عضو کمیته اجرایی فدراسیای بین المللی سامبو از شهر اتیراوی قزاقستان شب یکشنبه 13 دکبر خبر داد. یادآور می‌شویم در روز اول مسابقه 11 دکبر بزرگسالان، مردان و زنان رقابت کردند. پهلوانان تاجیک در سبقت سامبوی ورزشی بین مردان 9 مدال گرفتند. 7 نفر آنها اکمالدین کریمov، ناظم جان آخیرov، مصطفی حسنov، دیوشتیچ حبیبov، جمعخان نظریف، شمشاد عبداللهیف و نبی محمد خورکشف به عنوان قهرمانی آسیا دست یافته با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. اینچنین دو گشتنگیر تاجیک، اردشیر اسماعیلوف با مدال نقره و محمد جان زایدوف با مدال برنجی مکافاتانیده شدند. در سبقت زنان عزیزه عزیزova و دلبر سلطانova و منتخب تاجیکستان 2 مدال نقره آوردند. روز دوم مسابقه 12 دکبر نوجوانان و دختران از روی سامبوی ورزشی اینچنین مردان عاید به سامبوی رزمی در وزن‌های 62، 82 و 100 کیلوگرم زورآزمایی کردند. گشتنگیران جوان تاجیک در همه 9 وزن مدال به دست آوردند. عنوان قهرمانان آسیا و مدال‌های طلا نصیب مبارز منورov، میرزا شریف اسمتov، سروش کریمov، سعید مومن شاه محمدov گردید. 3 نفر دیگر جامی حسن، یعقوب جان رحمتov و رشید زیابکov مدال‌های نقره گرفتند. و دو پهلوان جوان تاجیک ساربان لطیفov و سلیمبک سلیمبکov مدال‌های برنجی سپرده شد. باید تذکر داد سامبو به قطار 85 نمود ورزش شامل شده است که آنها را شورای المپی آسیا دستگیری می‌کند. کمیته اجرایی شاه‌ها ماه ینور سال گذشته در جلسه اسامبله 32 کل شاه‌ها در پایتخت فیلیپین منیلا درباره برنامه بازی‌های آسیایی داخل کردن سامبو تصمیم گرفته بود.